خب اینا بشینم قابم چک کنم. این خوبه، اینم خوبه، برو بریم. سلام علیکم، احوال شما؟ خوش اومدین. خیلی 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 با اینکه ویدیو داشتیم تو یوتیوب اما خیلی دلم براتون تنگ شده بود و اصلا میخواستم بیام باهاتون صحبت کنم، بگم که چه گذشت تو این دو ماه و نیم بر من و ایمان و اصلا به خود من چه گذشته، چه اتفاقایی افتاد، اتفاقایی اهم از اتفاقایی اهم از جابجایی، اتفاقات بعد از جنگ، اتفاقات وحشتناک برای شرایط مالیون پیش اومدش، اتفاقات خیلی مختلف. چی کار کردیم؟ یه بستری درست کردیم، کنسرت دقیقاً اوج کنسرت ما همه چی لغو شد، همه چی از بین رفت تا رسیدیم به اینجا و جایی که هنوز البته تکمیل نشده، فقط شما یه پرده و تلویزیون می‌بینید، جایی که ما جابجا شدیم. اصلا یه 2 ماهی اتفاق افتاد. میخوام صحبت کنم بگم که 2 ماهی که اتفاق افتاد واسه من به شخصه جوری بودش که توی خواب هم نمیدیدم بخوام این اتفاقو به این شدت انجام بدم و اصلا خیلی عجیب بودش. فقط میخوام بدونید که چی گذشت، چه پلنی داریم، چی کارا میخوایم بکنیم، مثلا چی بوده، من کجا بودم. اولین چیزی که خیلی اتفاق عجیب بود این که من نشستم خونه داشتم صحبت میکردم، روز تولد ایمان بود فکر کنم، داشتم صحبت میکردم، یهو دیدم زانوی سمت چپ من شروع کرده باد کردن و در حدی که من اصلا دیگه نمیتونستم تکونش بدم و روش یه دونه زخم فقط بودش. یهو ما همه ترسیدیم، یعنی همون شرایط بیمارستان بهم گفتن که سلولیت پا شدی و پام مشکل پیدا کرده بود. زانوی سمت چپم که آسیبم ندیده بود تا حالا، یعنی من زانوی سمت راستم آسیب دیده بودش و ACLش رباط صلیبیش پاره شده بود. بعد ما رفتیم بیمارستان دیگه، ساعت 3 صبح گفتن آقا ایشون تا فردا اگر درست نشه بعد بستری شه. ما افتادیم یه پروسه خیلی عجیب، خیلی 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 عجیب و وحشتناک و من بعد از 15 روز کارهای دکتری بیمارستانی و این داستانا بالاخره زانو خوب شد. یعنی من توی بیماری افتادم که اگر من همون شب کنترل نمی‌کردم، حالا کلمه دور از جون واسه خودم اشتباهه ولی خب دور از جون امکان داشت که بدنم آمبولی بشه و بمیرم حقیقتا. و این خیلی خطرناکه. اگر دیدین یه جاییتون ورم کرده، باد کرده، داغ شده و بی‌دلیل هم هستش، امکان آمبولی وجود داره و امکان داره که بلافاصله آمبولی وارد خونتون بشه و در جا دور از جون همه چی تموم بشه. واسه همین ما خیلی اتفاق دردناکی نزدیک واسه خانواده، حالا من که دیگه نمیفهمیدم ولی واسه خانواده‌مون میتونست بیفته و خیلی شرایط عجیب غریبی اصلا بدون اتفاقی همینجوری رو هوا اتفاق افتاد و فهمیدیم که سر اون زخمه که روی پام ایجاد شده بوده عفونت کرده و حالا دیگه خدا رو شکر این قضیه خوب شد. من تا این مدت نمیتونستم درست راه برم و خیلی اذیت شدم. حالا عکسشو اگه بتونم نگاهش میکنم اینجاست، چون عکسشو بتونم براتون میذارم و ببینید چه بلایی سر پای من افتاده بودش. بعد از جنگ ما یعنی فکر می‌کنم که آره وقتی که جنگ شدش گفتیم بیاین چیکار کنیم چیکار نکنیم، مثلا به خاطر اینکه به هر حال هم موسیقی، هم ریاکت موسیقی، هم موسیقی شغلمون بودش و ما بلاگر هم این چیزا نبود که بخوایم تو اینستا کار کنیم. ما تمام شغلمون رو از دست دادیم و اوج کنسرت ها، اینو دارم میگم، من میدونم همه جوانای کشورمون اتفاقشون افتاده ها، یعنی دارم صرفا واسه شما که مخاطب من این توضیح میدم، وگرنه فدای تار موی همه مردم کشورمون که این اتفاقشون افتاده. حالا من فقط روال کار توضیح میدم که ما همه چی از دست دادیم و تقریبا بدون هیچ شغلی شدیم. یعنی شغلی که من کارم آهنگسازی بودش، تدوین بودش، کار ایمان کارش آهنگسازی، تدوین، کارهای آهنگسازی، کارهای کنسرتی، کارهای پخش موزیک، ویدیو یوتیوبی، ویدیوهای مختلف، تدوین ویدیوهای تبلیغاتی، همه اینا بود به صورت کامل بین رفت و راه برگشتی هم نداشت. واسه ما تصمیم گرفتیم که گفتیم که ما نمیتونیم بدون یوتیوب و ویدیو یوتیوبی زنده بمونیم. بیایم چیکار کنیم در زمانی که اینترنت قطعه و متاسفانه قطعه، حالا این چیزی که دیگه دست من نیست، نمیدونم بعد چیکارش بکنیم، اینترنت قطعه، بیایم یه پلتفرم درست کنیم به اسم اسپات پلیر. با خود شرکت اسپات پلیر همکاری کردیم، گفتیم که آقا یه دوستان بیان یه اشتراک ماهانه تهیه میکنن، مثلا 99000 تومان عددش هستش، اونجا میان ویدیوهای یوتیوبی رو در زمان قطعی اینترنت میبینن کامل و حالا چون کپی رایت نداره، اتفاق خاصی هم توش نمیفته دیگه، اونجا به صورت راحت ریاکت میکنیم. بعد اینکه اینترنت وصل شدش خدمتتون عرض کنم که ویدیوهای خاص‌تر میذاریم، مثلا مثل ریاکت موسیقی به کنسرت ها، به آلبوم ها، به چیزایی که به کاری که موزیک ویدیو ندارن، چیزایی که تو یوتیوب اصلا نمیتونیم بذاریم و اصلا 5 ثانیه بابت یوتیوب پاز بزنیم. به هر حال تو یوتیوب ویدیو هستش، همین ویدیو روال قبلی توی اسپات پلیر هم حالا دیگه در جریان هستین، دیگه اتفاق میفته. ما این بستر درست کردیم و حقیقتا درآمدی خب واسه ما اونقدر اصلا وجود نداشته به جز دانیت هایی که دوستان محبت میکردن و این هزینه اشتراکی هستش که به سایت میدیم واسه
حالا اون حجمی که خریداری میشه، کلاودی که خریداری میشه، لایسنسی که به ما میده، به هر حال اینجوری هستش. ولی یه جورایی ما رو از افسردگی یه چیز وحشتناک نجات دادش و ما تقریبا شروع کردیم به کار کردن، چون اصلا نمیدونستیم باید چیکار کنیم و یه شکست مالی خیلی بزرگ خوردیم، مثلا یه چیز وحشتناک و اصلا نمیدونستیم باید چیکار کنیم. به هر حال ما هم درآمدمون از همین کاراست، از کارهایی که روتین انجام میدیم، از هنر هستش و این قطع شدش و نمیدونستیم باید چیکار کنیم. حالا اینم یه جورایی دوستان کمک کردن، یه مقداری حالا فضا یه ذره برگشت، از نظر حداقل درونی فروپاشی روانی نکردیم و این فضا یه مقدار کوچیکی برگشتش. الان ما همچنان داریم و به خاطر لطفی که شما داشتیم ما این قضیه رو ادامه میدیم. استاد پلیر داریم همچنان کار میکنیم، یوتیوب داریم کار میکنیم. از الانم که دیگه جابجایی، حالا جابجایی اصلا توضیح میدم، جابجا شدیم خیلی بیشتر قرار فعالیت کنیم، چه یوتیوب چه داخل اسپات پلیر واسه بچه‌ای که خیلی بیشتر ریاکت دوست دارن، ریاکت موسیقی کیپاپ حالا هر چیزی هستش، خیلی ویژه تر مخصوص گروهای خودشون. دیگه ما به هر حال این صنعت ریاکت موسیقی تو ایران مال ماست. اینو بعد حالا دیگه چه بقیه بخواد چه نخواد باید قبول کنیم، مال ماست، اصلا کسی نمیتونه بیاد جایگزینش بشه. خدا رو شکر که به لطف شما می اتفاق افتاده. واسه همین دوستانی که دوست دارن میرن اونور. خلاصه اتفاق افتاد، ما یه ذره کوچولو تونستیم رو پای خودمون وایسیم، خانواده‌مو از نگرانی زد در اومدن و خیلی به همدیگه کمک کردیم که اتفاق بیفته. هنوز خیلی اتفاقات دردناکی براش افتاد، اما همین اتفاقات شکست مالی منجر به چی شد؟ اینکه ما یهو مجبور شیم که جابجا شیم. روک بگم بهتون دیگه، ایمان راجع به قضیه جابجاییمون بگم، اینکه صابخونه گرون کرد اینا راحت باشم باشون. ایمان داره میگه آره دیگه، نه میپرسم واسه اینکه دیگه خیلی دیگه مسئله شخصیه، ولی خب من با شما خیلی تعارف ندارم. اینکه صابخونه قبلیمون که خیلی آدم محترمی هم هستن، خونه رو خیلی گرون کردن و اون خب خونه که ما هم محل کارم بودش، هم محل درآمدزاییمون بودش، همه چیمون هم بودش، مجبور شدیم که از اونجا بلند شیم. چرا خوشگل ترین صدات نمیادش. اگه تو ویدیو نمیخوای بیا بگی. ترین مرغی که تو زندگیم دیدم. ایمان وسط ویدیو بیا عقب‌تر، افش چیزه. نگاه خروس، ببخشید خیلی خوشگله. ایمان دارم با بچه‌ها صفر صحبت میکنم. برو اونور. بعد داره به ما گفتش که اینقدر هزینه شه و اصلا یه هزینه عجیب غریب توی تهران، توی منطقه خیلی حالا اوکی تهران پارس، حالا دیگه تعارف نداریم با هم دیگه که حالا اوکی که میگم نه منطقه فوق العاده، ولی منطقه‌ای که حالا قابل سکونت، خونه‌های اوکی اونجا بودن. به ما گفتش و ما دیدیم که خیلی زیاده و با توجه به اتفاقاتی افتاده، چون ما دقیقاً 2 تا کنسرت گذاشتیم و بلافاصله جنگ شد و این تلاش وحشتناک که ما در زمینه کنسرت موسیقی یا متوقف شد که ان شاءالله ادامه دار باشه. خیلی پلن داشتیم که با درآمدی حالا از کنسرت هستش، از کارهایی که هستش، از موسیقی که هستش، از فروش آلبوم و چیزهای مختلفی که هستش، خب بتونیم دوباره همونجا ادامه بدیم و متاسفانه نشد. واسه همین ما مجبور جابجایی شدیم و خیلی اتفاق عجیبی افتاد. توی اتفاق خیلی خودآگاه ما یهو تصمیم گرفتیم که تمام چیزهایی که داریم رو بفروشیم و هر چی دار و ندار جمع کرده بودیم تو این چند سال، هر چی داشتیم و نداشتیم رو بفروشیم و سعی کنیم که با هم دیگه ما یک خونه رو بخریم، مستقر شیم توی اون خونه که دیگه این اتفاق نیفته. اما همه چی منوط به این بودش که تمام چیزهایی که تو زندگیمون داریم رو بفروشیم. یعنی هر چی سرمایه گذاری کردیم، سرمایه داشتیم، طلا خریده بودیم، دلار خریده بودیم، پول گذاشتیم تو بانک، تمام این سالا کار کرده بودیم، هر چی دار و ندار داشتیم، یعنی ما رسیدیم به نقطه صفر مطلق. اگر میتونستم برم جایی بریم با ایمان، ما با هم زندگی می‌کنیم دیگه، بریم یه جا مستاجر باشیم، بریم حالا یه جای اوکی مستاجر باشیم فلان باشیم، ولی خب یه سختیای خودشو داره تو این شرایط فعلی. یه ذرم به این داشتم فکر می‌کردم که من 34 سالمه، با حتما یه اتفاقی بیفته یه ذره مطمئن باشم از فردای خودم، چون اصلا نمی‌دونم فردا چه اتفاقی میفته با توجه به این اتفاق. و هر چی که داشتیم و نداشتیم بالاخره جمع کردیم و حالا یک منطقه‌ای یک خونه گرفتیم که اصلا من نمی‌خواستم این کارو بکنم، فقط همه اتفاقات توی یک شب اتفاق افتاد و گفتیم که باید این کار رو انجام بدیم و بعد خودمون رو تو بدترین شرایط ممکن قرار بدیم، چون اگر تو این شرایط قرار نگیریم شاید نتونیم دیگه فردا زندگی کنیم و همه چی منوط به اینه که بتونیم یک جایی رو برای خودمون داشته باشیم. شده که هر چی داریم و نداریم رو بفروشیم و از صفر شروع کنیم توی این سن، هم ایمان هم من. و واقعا من یه شب نشستم تا صبح حقیقتا گریه کردم، گفتم من چه کار کنم اصلا با این وضعیت، چه جوری باید زندگی کنم، چه اتفاقی داره واسه زندگی میفته.
خیلی خیلی خیلی، حالا اصلا این نیست همه این اتفاق داریم ما، ولی خیلی برام سخت بود و گفتم که باید دوباره اینجا بلند شم فلان کنم، یه اتفاقات بریم یه جا بگردم و ما تصمیم گرفتیم یه جایی یک خونه خامی رو بگیریم. تو خوابم نمیدونم که بخوام همه زندگیمو بفروشم برم یه جایی رو بخرم، واسه همین خیلی شرط وحشتناکی بود. تمام تلاش یک عمرمون رو فروختیم و خدا رو شکر حالا سعی کردیم با همون چیزی که داریم خودمون انجام بدیم و راضیم و یه جایی گرفتیم، ولی مکان خام گرفتیم. یعنی شما از در که وارد می‌شدیم، شما تو دستشویی تو یک 4 دیواری بود، حتی یه دونه جای آب هم نداشتش. آشپزخونه میومدی فقط یه لوله بودش که واسه آب گرم کن بود، آب گرم کن نداشتش، پکیج نداشت، کولر نداشتش، همه چی خالی، یه لامپ وجود نداشت، یه کابینت وجود نداشت، هیچی، یه سینک وجود، یه روشویی. شما بگو یه خونه 4 دیواری. یعنی فقط اون رو گرفتیم. یعنی هنوز خیلی از اتاق الان پرده نداره، اینور دکور زده نشد که من اینور نشستم. اینو گرفتیم و شروع کردیم از سرمایه‌مون استفاده کردن واسه ساختن خونه، چون حساب کردیم که اگر ما این کارو بکنیم اینجوری بریم یه خونه با تجهیزات بگیریم شاید قیمتش واسه ما بهتر بیفته. این خونه واسه ما 2 ماه کامل شد که خونه رو ساختیم. یعنی بدون تجربه ساختن خونه، بدون تجربه معماری، بدون تجربه دیزاینینگ، بدون هیچی، من، ایمان، مادرم و پدرم 4 نفری، حالا مادر پدرم که کمک ما بودن خیلی وحشتناک زیاد، من و ایمان 2 نفری اینجا رو ساختیم. از کابینت‌ها واسهتون یه روز میگیرم ببینید و افتخار میکنم به همینی که الان اینجا هستش و شاید خیلی بزرگ نباشه ولی خودمون درستش کردیم. کابینت‌ها که دیزاینش کردیم من ایمان 2 نفری رفتیم درست کردیم. از تمام اینا، از این قسمت پشت ما، مبلمان، از دکور اینور، میزامون خودمون روکش کردیم، دیوارامون رو رنگ کردیم، دستشوی توالت و حموم رو ساختیم، از اول دیواراشو درست کردیم، همه چی از صفر خودمون 2 نفری انجام دادیم و خیلی خیلی با اینکه خیلی ترسناک بود ولی خب خیلی از هزینه‌ام کم شد. بعد آره این شد این 2 ماه که ما گفتیم که چیکار کنیم که یک بستری درست کنیم که خیالمون از اینور راحت باشه، که بتونیم حداقل بیشتر تمام تمرکزمون رو ویدیو و موسیقیمون باشه. اگه بتونیم کار کنیم، میدونیم که جنگ اتفاق میفته، گرونی وحشتناکه. یعنی من الان جوری که من ایمان تو هزینه هامون رعایت میکنیم که چی داریم میخوریم، چی داریم میگیریم، چی داریم میپوشیم، که اصلا شاید خیلی زادم در حال حاضر البته میدونم هم چرا نه واقعا چرا دیگه هم چرا زدم. فکر میکنم 70-80% مردم اون 20% میگن قشر خیلی ثروتمند دارن واقعا اینجوری زندگی میکنن. میخوام بگم که منم همینطورم و هیچ فرقی نداره و آیه هست هم نیست. میخوام بگم که خوشحالم و تلاش کردم واسه 0 1 ریالش هم تلاش کردم که این کارو انجام بدیم. دیگه به اینجا رسیده تصمیم گرفتیم که تمام تمرکزمون رو ویدیوها و موسیقیمون باشه. سعی کنیم تو یوتیوب همش ویدیو بذاریم، تو اسپات پلیر برای بچه‌ها ریاکت ویژه، ریاکت اختصاصی بدون پاز داشته باشیم که هم اونجا بتونیم بچه‌ها لطفی بکنن که اگر دوست داشتن واسه ما دونیت انجام بدن، اشتراک بگیرن و اینکه تو یوتیوب هم فعالیت داشته باشیم، فعالیت‌های تی وی اس شو داشته باشیم. تو این چند ماهه بخوام راستش هم بگم دوست نداشتم اعلام کنم، ولی خب دیگه به هر حال وقتی که آدم یه کاری تو یوتیوب شروع میکنه باید همه چیشو در جریان، مخاطبش رو در جریان فعالیتش بذاره. تی وی اس شو و حالا 5 نفره شد، یعنی من و ایمان و هیراد و فرشاد و مرتضی و پویان از این تیم جدا شد و به خواسته خودش هم بودش. براش آرزو موفقیت میکنیم. اما آره دیگه هیچ فعالیتی با هم دیگه مشترک نداریم. به صورت 5 نفر فعالیت میکنیم، ولی 5 نفر ما به صورت کامل هستن. طبق روال قدیم قراره که ویدیوها گذاشته شه، تی وی اس شو فعاله، چنل من ایمان فعاله، اسپات پلیر هم که واسه همیشه فعاله. همه اینا هستش. تو اگرم اینجا 1% متاسفانه اینترنت قطع بشه، تو اسپات پلیر همه این فعالیت ها رو داریم و سعی کردیم که واسه 1 ماه، شما وقتی 1 ماه هم توی اسپات پلیر یک اشتراکی رو می‌خرید 199,000 تومان، همه ویدیوهای چند ماه قبلا میتونید ببینید. مثل فیلم و این داستانا دیگه دین اشتراک می‌خرید، فقط اشتراک ما خیلی ارزونه. یعنی به عنوان یک ویدیوی اختصاصی سعی کردیم که به شما فشاری نیاد. یعنی 200 تومان دیگه فکر کنم پول چیپس هم نیست متاسفانه تو شرایط فعلی دیگه، ولی ما واسه 1 ماه شما و حتی ماهای قبلتون هم پلن داریم و دوست داریم که شما خوشحال باشید و وظیفه‌مون رو انجام بدیم. یعنی صرفا این قضیه هستش. کنسرتامون به راه میتونه باشه. حتی تایکواندو باش صحبت کردیم، خانم فلاحی و کد میوزیک و آقای حسنی گفتن که کنسرت‌ها رو بندازیم، ولی اصلا شرایط فعلی کشور نمیشه. همین امروز صبح تاریخ 6/5 هستش، یه خبر وحشتناک توی اصفهان شنیدم. خیلی اصلا نمیدونم بعد چی کار بکنیم. اصلا یه روز که پا میشم با انگیزه شروع کنم میبینم که نه، یه خبر وحشتناک اومده، اصلا خشم میادش، غم میادش، ناراحتی میاد و تمام این فشاری که توی زندگی هستش یهو آوار میشه رو سرم.
خلاصه که الان موزیک میشنوی صدام رو میخوایم با ایمان ویدیوشو بگیریم واسه اینستاگرام درست کنیم، همون که میشنوی صدام رو راجع به خدا هستش. با ایمان خوندیمش، یه کار بسیار بمبه که به نظرم میتونه هیت ترین موزیک امسال باشه توی ایران. به نظر یعنی از نظر هر کسی گوش میکنه به نظر من این دیگه اون موزیک است، ولی خب بعد یکم زمانش اتفاق بیفته و خیلی دوست دارم که این کارو شما بشنوید. بعدش موزیکای یه 10 تا موزیک تنظیم کردیم. یه موزیک 2 نفره داریم که بزرگترین سورپرایز موسیقی من و ایمان به اسم سویت استرابری یا توت فرنگی شیرین. خیلی کارا رو داریم. آهنگ گرد رو داریم که یه دیس منه به تمام اتفاقاتی که توی چند وقت توی زندگیم افتاده و خیلی جذابه، یه دیس خیلی قده و مطمئنم دوستش دارین. خلاصه این موزیکا، ویدیو یوتیوبی، شرایط زندگیمون همه رو گفت. یه چیزی نمونده بگم دیگه. تو این 2 ماه متأسفانه رژیم غذایی از دست دادم. خیلی روی رژیمم لاغرتر شدم ولی یه رژیم صحیح داشتم که یعنی بدنم رو فرم میومد، ولی الان یه لاغری داشتم. به خاطر شرایط بوده، به خاطر استرس بوده، به خاطر فشار مالی بوده، فشار زندگی بوده و ان شاءالله که سایه پدر مادرتون همیشه بالا سرتون باشه. اگرم پدر مادرتون تو این دنیا نیستن، روحشون شاد باشه و واقعا موفقیت شما روحشون رو بیشتر شاد کنه. پدر مادر ما خیلی به ما کمک کردن تو این شرایط و خیلی حامی ما بودن و وظیفه هم به نظر من نداشتن تو این شرایط و خیلی به ما کمک کردن. همیشه لطفشون بوده و من دستبوسشونم. بعد اینجا میگفتم خلاصه که که اینجوری شدش و هیچ مشکلی نیستش. دیگه اتفاقی افتاده. خدمتتون عرض کنم که ویدیوهارم گفتم، شرایط پامم گفتم، خونه‌ام گفتم، ولی تو همین خونه‌ای که الان داریم، تو همین محیط به نظر من خیلی اتفاقای خوب میفته. دوست داریم که از بین شما دعوت کنیم به خونه‌مون یه موقعی با هم یه ایونتی داشته باشیم، یک ویدیویی با هم بگیریم. ما این دکور اینجا بزنیم چون سری تابلو سفارش دادم بیادش. می‌بینید ان شاءالله وقتی خونه تکمیل شد یه سری جاها رو نشون میدم. نه روم تور، به مثلا روم تور واسه خونه‌ای چه 700 متریه، 400 متریه که 15 تا اتاق داره فلان داره. اینجا یه خونه‌ایه که خیلی هم به نظرم خونه است. خیلی هیچ وقت انقدر خونه نبوده. خونم خیلی خونه است، خیلی زیاد خونه است و بهتون نشون میدیم با افتخار. یعنی چیزیه که دسترنج خودمون بوده. خلاصه که گفتم که بدونید امیدوار باشین، تلاش کنید، هیچ وقت از ریسک کردن نترسین. بسپارینش به خدا. من همیشه میگم خدا خیلی بزرگه، میتونه کمکتون کنه. انرژی مثبت، هر انرژی بفرستین. میدونم تو این شرایط انرژی دادن خیلی کار سختیه، ولی به هر چی فکر کنید همون میشه. نمیدونم چجوری بهتون بگم. سعی کنید چیزای معقول رو بهش فکر کنید و باهاش برید جلو. آرامش داشته باشین. خیلی مهمه این قضیه. خودمون صحبت بکنم بگم چقدر ما آماده این واسه ادامه ویدیوها. شاید یه 3-4 روزی همچنان درگیر ادامه خونه باشیم، ولی اما به محض اینکه تموم شه به صورت پویدی خودتون متوجه میشین چقدر پشت سرم قراره براتون ویدیو درست کنیم. چته؟ خیلی جدیه. ببین من همه چی حتی گفتم دادم 5 نفری شده. بیا. وای دهن ما رو سرویسه. چیه؟ بیا میکروفون بگیر. یارو رفت تو جنگل شروع کرد جیغ زدن. دیگه اون پشتش بیبی میکرد. پاشو داشتی تومونشو نکشیده رفتم. داشت انرژیشو تخلیه میکرد. وای خدا واقعا این دیونه رو الان تو این خونه داریم واقعا شرایط رو راحت‌تر می‌کنه. خلاصه اگه اینجوریاست خیلی خوشحالم کنارتونیم. منتظر ویدیوها باشین. اگه اثباتم دوست داشتین الان در حال حاضر همین الان که دارم ویدیو آپلود می‌کنم تو بله این، ولی تا فردا احتمالاً میریم تو تلگرام و ادمین عزیزمون ادمین دوست داشته ایمان بابا دارم ویدیو باید خریه. گفتم که خونه رو خریدیم و با 0 ریال منفی 100 ریال نمیشتم بچه‌ها. این میکروفون دیست شد. من الان از وسط بازم. آره دی خلاصه که همه ما مردم ایران وسط بازیم. خیلی خوشحال شدم کنارمون باشین. ویدیوها رو داشته باشین. درخواستای ویدیوهای ریاکتیتون، ویدیوهای فانتون، ویدیوهای غیر ریاکتیتون به ما بگین. ریاکتی هم که بیشتر درخواست داشته باشین میتونین بیاین توی اثبات پلیر، حالا به تی وی اس آنلاین ساپورت توی بله. حالا اگر تلگرام بزنید بهتون اعلام میکنم، اینجا پین میکنم. پاشین بیاین اونجا و درخواست بدین و اشتراکتون تهیه کنید. اگر امکانش هست با این درخواست بدید که ویدیو آشپزی. واقعا نمیخوای شونه کنی؟ نه همینجوری اومدم دیگه. اگه امکانش هست با این درخواست بدید که ویدیو آشپزی بدید. شما آشپزی شروع کردن؟ نه شروع کنم. نه تصمیمش میشه شروعش دیگه. ولی زانو زدم. آره بذار چای ریختی. وای بچا اینجا چون الان همه چیمون نوعه. خب بعد دیگه با کلمش چی میشه؟ با هزار بدبختی ما اینا رو چیز واسه همین واقعا نباید ایمان چای بریزیم. ما نریز دیگه باشه. یک تو رو ریشه فرش. خب مثلا بار گم شه اینجا. آره همونجا خیلی فانتر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میبینم